الان دیگه بعد از در واقع حمله به ایران، این جنگ 12 روزه تحمیله، الان نوبت عراق. من پیش بینیم اینه که یه سری اتفاقات در عراق داره میفته که اصلا خوب نیست. یک فتنه مذهبی قومیتی در عراق داره شکل میگیره. این طرف ماجرا متاسفانه برخی از شیعیان خیلی عجیب دارن توی اون زمین بازی میکنن که حقیقتا مشکوکه. مثلا مقتدا صدر عملا اینو استارت زد، اگر بخواد دوباره یه اتفاقی در عراق بیفته، اونی که میره کارو جمع میکنه همون مقتدا صدر، این طرف ماجرا میاد درخواست خلع سلاح هشت شبی و میگه فوراً باید خلع سلاح بشه. اینا رو کنار هم دیگه بچینیم، متوجه میشید دیگه برنامه در بشه و میخوان دوباره اون چرخه خونبار سال 2014 تکرار بشه. باید اول به ایران حمله میشد بعد به عراق، چون اگر به عراق حمله میشد عین در 12 سال پیش ما میرفتیم کمک عراق و کار جمع می‌کردیم. اول ایران زدن که ایران درگیر بکنن. ایران الان باید بره خودش کلی مسئله امنیتی داره، خودش باید بره سه پدافند رو درست کنه، چیکار کنه، فلان کنه. همه اینها خبر از این میده که حالا یه داعش جدیدی بیارن بالا. مهم اینه که عقبه لوجستیکی از سمت سوریه داره، از سمت سوریه حمایت جدی خواهد شد. دفعه قبل نبودا، دفعه قبل دولت سوریه سر کار بوده. به این سادگی ها نمیتونست. امروز یه دولت همراه داره که از بالا به ترکیه وصله، ترکیه میرسونه اینا در اختیار شما.